سوم اکتبر در شهر ترسونزاده اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از باغ انگور نو شاهانه خواجگی دهقانی باغ سامان دیدن نموده با رفت جمع‌آوری حاصل انگور که حالا با مرام ادامه دارد شناس شدند. در خواجگی پرورش انگور نو شاهانه در مساحت بیش از 50 هکتار برآمده شده. این نو انگور با آب و هوای منطقه مطابق است. از این رو خواجگی داران همه سال حاصل خوب به دست آورده محصولات را به بازارهای داخل و خارج به فروش میبرند. این نو انگور با طعم و لذت و رنگ و شکل خود از دیگر نمود انگور تفاوت داشته. به اطلاع مسئولین از هر هکتار تاگزار خواجگی داران از 30 تا 35 تن انگور اعلی صفت به دست میآورند. باغ انگور نو شاهانه خواجگی دهقانی باغ سامان سال 2009 بنیاد شده. همه سال حاصل خوب به بار میآورد و این نو انگور طلبگاران زیاد دارد. همین نو شاهانه همین بهترین نوهایی که برای صادرات و برای نگاهبینی سردخانه ها با همین بهترین سورت ها همین می باشد. 4 5 6 ماه هم سردخانه ده وای کردن نگاهبینی کردن می شود. مزهش ای انگورای دیگر این سورت شاهانه خیلی بهترین است. برای همین طلبات جمهوری و صادرات به بسیار شدن. یک درخت به همین قوت زمین به نگاه کرده 120 کیلو تا 150 160 کیلو هم حاصل نقد گرفته می شود. در مجموع سمت اساسی فعالیت خواجگی دهقانی باغ سامان انگور پروری بوده. مساحت باغ‌های انگور در خواجگی به 500 هکتار میرسد. ضمن بازدید اطلاع داده شد که حالا خواجگی بیش از 10 نوع انگور پرورش نموده در سمت تامین اهالی کشور با این نوع محصولات حصه نظر است دارد. همچنین خواجگی داران 5 نوع انگور دیگر را از کشورهای مختلف وارد نمودند و عین زمان در مرحله تجربوی نگاهبین کرده میشوند. از جمله از شتات کالیفرنیا آمریکا نوع اواتر وارد گردیده است که انگور بدون بوده با آب و خاک کشوری ما مطابق است. کشاورزان به پیشوای معظم ملت اطلاع دادند که در صورتی با موفقیت انجام یافتن مرحله تجربوی از حساب نوهای نو میتوان میدان تاگزار را وسع و حجم استحصالات را افزایش داد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان دستور دادند که نگاهبین و رفت آموزش این نوع انگور با نظرداشت تمام معیارهای اگراری و جلب متخصصان صاحب تجربه عملی کرده شود. قابل ذکر است که خواجگی دهقانی باغ سامان با تشبث و دستگیری به واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سال 2008 تشکیل یافته. عین زمان 1100 نفر سهامدار دارد و سرور دولت ضمن سفرهای کاری به شهر ترسونزاده شخصا از وضع نشونمای تاگزارهای خواجگی و رفت جمع‌آوری حاصل با خبر می‌گردند. برای ما بسیار خرسنده است که به خواجگی ما پیشوای ملت جناب عالی تشریف آوردند. امسال هم من سال انگور آمد، حاصل بسیار ناز زیاد از 50% ما با صادرات روان کرده استادیم. سالهای آخر ما انگور با نام نوی پرزیدنت از آورده وای کردیم. برای ما این بسیار مطابق آمد. با انگور نوی کاردینال من امسال با انگور نوی اواتر آورده واسه کرده استادم به طرز پیوند. باغ سامان از کلانترین خواجگی‌های انگور پرور مملکت به شمار رفته. سهامداران آن تجربه بای نگاهبینی تاک و انگور پروری دارند. سهم خواجگی در تامین اهالی محلی با جای کار نظررس بوده، خصوصا در موسم جمع‌آوری حاصل تا 3000 نفر با جای کار و معاش خوب تامین می‌گردند. عین زمان در زمین‌های خواجگی انگورهای نوی حسینی سیاه و سفید، غلبه، شاهانه، پیشپزک، کشمش سیاه و سفید، پرزیدنت که اساساً نوهای محلی به شمار می‌روند پرورش کرده می‌شود. طبق نشاندادهای امسال نسبت به سال‌های قبلی تاگزار حاصل بیشتر دارد. با در نظر داشت طلبات خواجگی امسال برای صادرات از حساب حاصل تاگزار مویز سیاه آماده کرده الکی بیش از 1000 تن به دیگر دولت‌ها صادرات نموده است. انگور استحصال گردیده در خواجگی در برابر تامین بازار داخلی همچنین به فدراسیون روسیه و جمهوری‌های قزاقستان و پاکستان صادرات کرده می شود. همه ساله از نصف بیشتر محصولات جمع آورده شده به دیگر کشورها صادرات می گردد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که حاصل پربار تاگزارها را با نظرداشت تمام معیارها سری وقت جمع‌آوری نموده در برابر فروش همچنین ذخیره‌سازی آن را در سردخانه‌ها خوب برآورند تا اهالی در فصل زمستان هم با این نوع محصولات تامین کرده شوند.